آیا گناهکار هستی؟ پس به این داستان خوب دقت کن. روزی از روزها حضرت موسی علیه السلام به پروردگارش فرمود: خدایا، اگر بنده تو در حالت رکوع باشد و تو را فریاد بزند، تو برایش چی میگویی؟ پروردگار فرمود: من میگویم تو را قبول دارم ای بنده من. موسی فرمود: اگر بنده تو در حالت سجده باشد و تو را فریاد بزند، تو برایش چی میگویی؟ پروردگار فرمود: من برایش میگویم تو را قبول کردم ای بنده من. موسی برایش فرمود، گفت: ای خدایا، اگر بنده تو گناهکار باشد و تو را فریاد بزند، تو برایش چی میگویی؟ خداوند فرمود: من میگویم قبولت کردم ای بنده من، قبولت کردم ای بنده من، قبولت کردم ای بنده من. 3 بار خداوند این قبولی را برای کسی که گناهکار است و به خدا رجوع می کند و خدا را فریاد می زند این کلمه را تکرار می کند. پس اگر گناهکار هستیم ناامید نباشیم، چون خدایی داریم که ما را بیشتر از همه دوست دارد، حتی بیشتر از آنهایی که گناه نمی کنند. اگر ما رجوع می کنیم ممکن خداوند مقام و منزلت ما را بلندتر از دیگران بسازد. پس به خودمان بیاییم و گناهانی که مرتکب می شویم ما را از خدا دور نکند، بلکه می تواند مسیر ما را نزدیکتر بسازد به خداوند با انجام دادن توبه خالصانه.